سلام، من حسینی زاره هستم. الان تو یه مغازه سوپرمارکتی دارم تو شهر ری. بعد میدون حادثایی، همون چهار آرامگاه قدیم. خب از امروز به بعد، حالا اگر شد، من آخه قبلا اینطوری بود که خاطرات و اتفاقاتی که در روز میافتاد توی تقویم می نوشتم، یا بالاخره با یه عکسی، فیلمی، چیزی نگر می داشتم. حالا این به بعد گفتیم که اتفاقات و برنامه هایی که در سوپرمارکت، چیزای جالبی که به نظر میاد، حالا تلخ و شیرین خاطرات رو اتفاق میفته رو به صورت فیلم و عکس در میارم، و حالا اگه دوستان هم مایل بودن اون رو قرار میدم به اشتراک. حالا اگه جالب بود بشنون و ببینن. انشالله که موفق باشید. از این بعد انشالله این خاطرات رو به اشتراک میذارم. انشالله که موفق باشید. خداحافظ شما.